باید ذکر نمود که چون همه ساله در عرفه عید ماه شریف رمضان از جانب کارخانه و تشکیلات صاحبکاران و سخاوتمندان به عائله های نیازمند، معیوبان و برجاماندگان، بپرستاران و محتاجان کمک مادی و مالیوی رسانیده می شود. ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر از جمله سنت های بسیار مقدس مردم مسلمانی ما بوده، بهترین ارزش های انسانی صبر و تحمل، نیکی و نکوکاری، دستگیری همدیگر، رحم و شفقت، بخشی گناه و عمل خیر و سازنده را در خود تجسم کردند. مردم در عرفه این عید مبارک به انجام عمل های خیر دست میزنند، از جمله به عیادت بیماران و رنجوران میروند، در حق گذشتگان دعای خیر میکنند و به یتیمان و معیوبان و دیگر اشخاص نیازمند کمک میرسانند و به خویش و نزدیکان سلامتی و خانه آبادی، بخت و سعادت و به جامعه و دولت خود ثبات و آرامی آرزو می‌نمایند. نگفته نماند که این ماه و عید سعید آن آدمان را به اجرای کارهای خیر و ثواب، رعایت آداب و اخلاق حمیده و دراز کردن دست کمک و یارمندی به یکدیگر راهنمایی می‌سازد. در این روز سعید از پروردگار عالم برای مردم و کشور خود آرامی و آبادی، پیشرفت و ترقیات و برکت و فراوانی را طلب نموده، نیت و گفتار و رفتار و عمل خود را به کار نیک، دستگیری همدیگر و احترام نزدیکان و هموطنان روانه ساخته راهنمایی می‌سازد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رهبر معظم ما امامعلی رحمان در هر یک برآمدهای خود میگفتند که ما باید به شخصان نیازمند کمک مادی رسانیم. طبق نقشه چاره‌بینی‌های کمیته اجرایی ابتدایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک ما تصمیم گرفتیم که در عرفه عید سعید فطر به خانه کودکان شهر ترسونزاده کمک مادی از جمله لباس‌های ورزشی و پایافزال با 126 نفر کودکان کمک رسانیم و در آینده ما کوشش میکنیم که این اقدام رو دوام دهیم. با عیادت بیچارگان و برجاماندگان، یتیمان و بپرستاران رفتن در عرفه عید و جشنها به حکم عنعنه در آمده است. در واقع دست بیچاره و برجامانده را گرفتن، راهی را گشاده، دل را با دل پیوستن یکی از خصلت‌های بهترین انسانی به شمار می رود. صابر جان سعیدوف، سیفالدین ابراهیموف، شهر ترسونزاده، جهاننما.